با شمول خود ما. والله امی کمال و مرتبه را نصیب ما بگردانه. بجز از این هلاکت است. در مقابل از این یا مغضوب علیهم است یا ضالین است، یا مردمای عنادی که رای حق نپذیرفته، یا مردمای نادان و جاهل که پشت سر میه. الله بر ما میگه و حسن اولئک، خیلی بهتر است امی طایفه ها رفیق از روی چی؟ دوستی را با امی طایفه ها پیدا کن. دعوتگر کیست؟ دل سوزی به دین کی داره؟ بعد از او صدیقین پیدا کن، شهدا را پیدا کن، در جماعت صالح خود شامل کن، تحقیق بکن. نمیگم تا که تو حتما قطما بیا، نه، ارزیابی کن عمل کرده ما را، گفتار ما را، عقیده ما را خوب 2 ماه 3 ماه 10 ماه 1 سال مورد ارزیابی قرار بگی که شبهات از قلب تو برآید. مردم خو میگه انگلیس ها یارا تقویت میده، قوت میده. مردم خو میگه سیل واره پیسه بر چی سرشان میاد. خودتون بیا که سیلی پیسه سرتون بیا، نیاز خو به پیسه داری، چقدر خوب. عجیب گپ است. ما با گپ خود قناعت نداریم، خود ملامت نمیکنیم که والله پیسه است. خب یکی تمام روز تو زحمت میکشی و برای ما سیل میاد، خود تو می کار دا پیش بگی که سیل پیسه برات بیاید. الله توفیق بده. خب ما میگیم نه، سیل پیسه ما دنیاوی برای ما نمیاد، از الله خود امید داریم که سیل ثوابا برای ما بیاید، ام در دنیا و ام در آخرت. صراط الذین انعمت علیهم، رای کسانی را که تو انعام کرده یا الله بالایشان تو انعام کرده. انعام وقتی میشه، انعام در بدل تکلیف و مشقت است. از آیت معلوم میشه که کسانی که منعم علیهم است، این مردم ها بسیار زحمت کش، بسیار تکلف، بسیار چیز سختی را تیر کرده که الله سرشان انعام کرده. پیغمبران داستانایش مطالعه کنید. قرآن کریم جا به جا داستان انبیاء علیهم السلام برای ما بیان میکنه. قرآن کتاب قصه نیست، با ما تو درس میده که یک پیغمبر در مقابل تمام ساخته و بافته قومی خود چقدر مقاومت کرده. نوح علیه السلام 900 سال دعوت داده، مایوس نشده، خسته نشده. پیغمبری خود بیبی موسی علیه السلام بیبی، عیسی علیه السلام بیبی، ابراهیم خلیل الله بیبی، همچنان انبیاء علیهم السلام. این داستانا برای ما درس میده که دین اسلام راهی چی است؟ در اول راه پر مشقت است. یک دانشمند اروپایی نوشته میکنه که حقانیت دین اسلام در این دیده میشه که هر مفکوره دیگه که مردم دعوت میده، اول چراغ سبز برش نشان میده که اینا بلدنگ برات میدم، این مال دنیا را میدم، اینطور زندگی چیرا و فراخ و وسعت و سیر برات میدم. اما اسلام اول که دعوت میده میگه در تکلیف واقع میشی، کشته میشی، زیر شکنجه میشی، تهدید میشی. لیکن امی مردم با این قدر سختی و تعدیب باز در اسلام میاد، باز مورد شکنجه قرار میگیره، نمیگرده. معلوم شد که دینی چی هسته؟ حق هسته. از او خاطر توقع نداشته باشید که رای دعوت شما در 4 طایفه شامل شوه و بازم این امید داشته باشه که مردم در گردن ما گل مندازه. مردم در گردنتان گل نمندازه. مردم در گردنتان خبر نیستی در دامنت لکه بگوی لکه میسازه، در مقابلت گپای میسازه که هیچ تو یادت نباشه. در مقابل ما آلی در کابل قدر تبلیغات در مورد چی میشه؟ دین روز مجلس ریش سفیدان محمد چی میگم؟ تو امام ابو حنیفه را گفتی که غلط است، توهین کده یورا. من نبردم نه آوردم، گفتم لعنتی الله کسی که امام ابو حنیفه و هر عالم مجتهدی که خدمتگار دین سور لعنت میگه. آلی دیگه شم بگویم که کسایی که تهمت هم میزنه خود نمیگم، باز حوصله میکنم، به الله خود میسپارم. بیا چرا تهمت است؟ نه یا خو بیخی منکر است از مذاهب. از کدام مذهب؟ مذهب حق، روش پیغمبر یا از روش یک عالم؟ از کدام روش ما منکر هستیم؟ از روش پیغمبر منکر نیستیم. او 4 عالم اگر روشش روش پیغمبر باشه خونه منکر نیست. اگر خلاف روش پیغمبر باشه، روش 4 امام، باز قابل قبول است؟ خو نیست دیگه. از تو سوال دارم، ما چه رقم نیستیم؟ غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، منعم علیهم طایفه های هستند که مغایر هستند همراه او طایفه که غضب سرشان شده و مغایر هستند همراه طایفه که گمراه هستند. 2 ترجمه اینجا داریم.
غیر المغضوب علیهم، نرای کسانی که غضب سرشان شده، ولا الضالین، نرای کسانی که گمراه شدن. یک ترجمه است. اما از نگاه قواعد عربیت صرف و نحو باز این معنا درست نمیشه، بلکه این صفت برای منعم علیهم است. الذین هم مردمان انعمت علیهم که تو سرش انعام کرده ای، رای از او را بر ما نشان بده. این مردمان چطور صفتا داره؟ کدام مردم هستند منعم علیهم؟ غیر المغضوب علیهم، مردمایی هستند که غضب سرشان کرده نشده، ولا الضالین نیست، این مردم گمراه نیست. جانب مثبت معلوم شد که انعام سر شده، جانب منفی نه غضب سرشان شده و نه گمراه هستند. در حدیث ترمذی پیغمبر علیه السلام بیان کرده که مغضوب علیهم یهود و ضالین کی است؟ نصارا. خب منظوری پیغمبر علیه السلام اصل مفهوم مغضوب علیهم و ضالین نگفته، یک فرد از افراد مغضوب علیهم و ضالین بر ما بیان کرده که از این را ما و شما مصداق میگیم. چی میگیم؟ مغضوب علیهم سر یهود خوب صادق میشه، ضالین سری کی؟ سری نصارا. وگرنه مفهوم مغضوب علیهم او را میگه هر کسی که سرش غضب کرده شده. آلی کدام کسی که سرش غضب شده در قرآن کریم؟ 17 طایفه است. چند طایفه؟ 17 سبب از اسباب غضب است و 17 طایفه مورد غضب قرار گرفته. همچنان 17 طایفه ضالین است و 17 اسباب چی است؟ دلالت است. از او خاطر مفهومی از این خیلی وسیع است. پیغمبر علیه السلام که یهود و نصارا را گفته، صفتای غضب در یهود خیلی زیاد چی بوده؟ دیده شده و صفتای گمراهی در کی؟ در نصارا. چرا؟ به خاطر که یهود علما بودن، دانسته ایرای حق مخالفت کرده، او نصارا چی بودن؟ بگه جاهل و نادان بودن، به نادانی خود مخالفت رای حق کرده. خلاصه سخن ایست که مغضوب علیهم طایفه است که از عناد و ضد کار گرفته، لجوج هستند، میفهمه نمیکنه، دکانداریش بند میشه. تشریح میکنم. ضالین کسایی هست که از نادانی خود نمیفهمه. در هر جامعه اسلامی، در هر تحریک و دعوت واقعی دو طایفه می باشه دشمنایش. یک طایفه همو دشمنا می باشه که حقیقت این جماعت و این تحریک و حرکت خوب میدانه، خو لیکن منافعشان در خطر است. از او خاطر برای حفظ منافع خود چی میکنه؟ بگوی قبول نمیکنه، مقابله حق میکنه. دوم طایفه مردمای بی علم است، بیچاره معلومات نداریم. امروزم امی دعوت ما را چند طایفه داریم مخالفین. یک طایفه ملاها و پیرصاحبای هستند که حتما ضرر برشان توسط درسای ما رسیده و خوب میدانه که را رای حق است، خو لیکن اونجا دکانداریشان چی شده؟ تاوان دیده. از این خاطر مخالفت میکنه. دوم طایفه کدام طایفه است؟ بیچارای مظلومی که تا آلی حقیقت نمیفهمه. عوام معزی که ملا صاحب و پیر صاحب بگوید که یا وهابی است، باز قطعی در قرآن هم نمیشینه، نماز هم پشتت نمیخونه. همین طور است یا نیست؟ همین طور است. آلی میگیم در اینجا مفسرین کرام بسیار گپا را گفته. مغضوب علیهم کفار مجاهره گفته، کسایی که جهرن بنگی بر الله کفر میورزه. او ضالین منافقین گفته. یک قولی است. دوم قول مراد از مغضوب علیهم کسانی هستند که در اعمال خطا شده و مراد از ضالین کسانی هستند که در عقیده خطا شدند. دو قول. سوم قول مغضوب علیهم کسانی هستند که با علم مقابله حق کرده و مراد از ضالین کسانی هستند که بی علم مقابله حق کرده. دیگر قول مغضوب علیهم کسانی هستند که وا علما بودند و مراد از ضالین کسانی هستند که وا جاهل بودند. اصلا در بین این اقوال مفسرین هیچ نوع تضاد نیست. کل قولا را که جمع کنیم در یک قول راجع میشه که کل اقوال در بر میگیره. مغضوب علیهم کسانی است که تفرید کرده، نقصان کرده. ضالین کسانی هستند که افراط کرده. صراط مستقیم کدام را گفته بودیم که دو افراط و تفرید نباشه. زمانی که افراط و تفرید در کدام را پیدا شد، در کدام طایفه پیدا شد؟ نوا در راه مستقیم است و نوا را منعم علیهم گفته میتونیم که افراط و تفرید بیا. چه رقم؟ یهود به خاطر مصداق مغضوب علیهم بود که تفرید کردن. چطور تفرید کردن؟ موسی علیه السلام قبول کردن، خو عیسی علیه السلام در دار بالا کردن. محمد رسول الله را
نپذیرفتند، در حالی که قبل از آمدن پیغمبر بشارت‌ها را علمای کی میداد؟ یهود گفت اینطور پیغمبر میاد، ما قطعش را میشیم، سری کلگی زور میشیم، شرافت و فضیلت به ما ثابت میشه. خود تا آمدن پیغمبر دکانداری از یا قطع اوس و خزرج چی شده بود؟ بگوی برقرار شده بود. تاویز و تومار دادن بود و مرغا را گرفته رایی بود. زمانی که پیغمبر آمد، اگر یا ای را تصدیق میکرد اون مرغا باز برش میآمد. آقا صاحب که ما را تایید کنه، باز دیگه وقت مردم پیشش میره برای بند؟ نمیره. پیش پیر صاحب میره که مطرقی تا بده که سر شور بدم؟ میره. چرا قرآن انت پیش نمیگیره؟ اونو بود که علمای یهود مخالفت کردند. چرا؟ به خاطر که بازارشان چی میشد؟ سقوط میکرد. اینی مردم مغضوب علیهم بود که یک پیغمبر قبول کرد، دیگهش نه. عیسی علیه السلام در دار و عقیده از در دار بالا کرد. اگر چی عیسی علیه السلام الله در آسمان بالا کرده، قرآن میاد ما. اما نصارا چی شدن؟ و افراد کردن. عیسی علیه السلام پیغمبر بود، خدا چی گفتن؟ میگه یا عین الله، سه طایفه بودن، یا بچه الله است یا سوم الله است. اینا میگه افراد. پس اصل مقصد این آیت چیست؟ اهدنا الصراط المستقیم، الله بر ما راه درست راهنمایی کو. صراط الذین، راه کسانی را انعمت علیهم که تو انعام بالای از وا کردی. مردمایی هستند که نه افراد دارن نه تفرید. چرا؟ غیر المغضوب علیهم، مغایر هستند همراه کسانی که تفرید میکنن و همچنان مغایر هستند همراه کسانی که افراد میکنن. پس راه مستقیم امو راه است که نه افراد داشته باشه نه تفرید. منعم علیهم امو طایفه است که افراد و تفرید دو نباشه. بیا اینالی ترازو و معیار بر ما داده شد. آلی ما خود طول میکنیم، در عقیدم طول میکنیم، در عملم، در علمم، در اقتصادم، در سیاستم، در اجتماعم مکمل خود طول میکنیم. تفسیری از این آیت باز در پشت سر میاد در می سوره بقره. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس. شما را اینمی قسم گردانی در امت چی؟ وسط میفهمید که نه دوی افراط است نه تفریط است. ما چطور داریم؟ ما چطور مردمی داریم که یقینا افراط تفریط نباشه؟ در بخش عقیده براتون میگم. مردمی ما دو طایفه است. یک طایفه آنقدر بیادب و گستاخ پیدا شد نعوذ بالله، میگه ولی و یک کافرش کدام فرقی نداره، او هم یک انسان است، هم یک انسان است. امروز در دنیای غرب همینطور مردم ها هستن یا نه؟ میگه انسان ها من حیث انسان کلگی یکسان است، خلاص تفاضل در بینشان نیست. لیکن ما میگیم چرا نیست؟ یک انسان شب و روز در تلاش عزیز که جیب کی را ببره، جیب کی را دزدی بکنه. یک انسان خود محنت میکنه و میاد به یک انسان محتاج دیگه میده. در بین دو انسان زمین و آسمان فرق است یا نیست؟ است. اینی را مردم میگه تفرید. اینطور مردم ها تفریطی است. خو یک طایفه دیگه ما که خب دیندار است و چی میکنه؟ اولیاء را چی جور کرده؟ الله جور کرده. نه، صفات الله را به اولیاء ثابت نمیکنه، آواز برش نمیده، ذبح به نامش نمیکنه، نظر به نامش نمیکنه، در قبرش طواف نمیکنه. میکنه یا نمیکنه؟ اینی را مردم میگه افراط، زیاده روی کردن. معلوم شد که ملت مبتلا به افراط و تفریط است، رای وسط گذاشته. یک در عقیده براتون گفتم افراط و تفریط در می مسئله عقیده. حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم برابر یک سخن عادی هم نمیدانه. چی کردن خیر؟ بگه تفرید کردن. چی کردن؟ حالا که سخن پیغمبر سخن کیست؟ پیغمبر است. سخن پیغمبر سخن پیغمبری الله است. بدون اذن الله پیغمبر سخن نمیگه. لیکن دوم نفر پیدا شده پیغمبر حاضر و ناظر هم میدانه، مشکل کشا و حاجت روا میدانه. این دم حق پیغمبر چی کرد؟ افراد کرد. ما چی میگیم؟ اشهد ان لا اله الا الله، معبود مستحق پرستش و بندگی، مشکل کشا و حاجت روا غیر از الله کسی دیگره. و اشهد ان محمدا عبده، شاهدی میدیم که محمد صلی الله علیه وسلم بنده الله است. الله برش میگیم یا بنده الله؟ بنده الله میگیم. خب بنده الله عادی است. و رسوله، پیغمبری کیست؟ اینی را ایمان میگه. از اینکه از بندگی کشیدی شد الوهیت رساندی باز مؤمن نیستی. اگر نیکی نعوذ بالله این را یک فرد عادی گفتی باز مؤمن نیستی.
از او خاطر افراط و تفرید نباشه در عقیده. خب با تاسف که افراط و تفرید در عقیده ها رسیده. چرا رسیده؟ پیغمبر کسی یادم نمیکنه، از او که در نواسایش او را یاد میکنه، او را مشکل کشه و چی میدانه؟ حاجت روا میدانه. مرتبه پیغمبر بالاست یا علی رضی الله عنه؟ لیکن چرا علی رضی الله عنه؟ نادی علی مظهر العجایب، آواز بده به علی رضی الله عنه که مظهر عجایب است. ینجیک من کل کرب و نوایب، تو را نجات میده از هر غم و از هر حادثه. و دروغ گوی، چرا دروغ میگی؟ حادثه بزرگ سری اولاد شامت حسین رضی الله عنه که با چند تن در میدان کربلا شهید میشه، نجات دادشونه، نجات دادشونه. خیلی تو دروغ گوی، چرا اینطور میگی؟ چرا اینطور میگی؟ مردم به کدام طرف دعوت میدی؟ ببینه خب ایرا مردم میگه افراط و تفرید. چی میگه مولا صاحبی ما؟ و برش میگی اینی در حدیث آمده. چی براتون میگه؟ بله در حدیث خو آمده، خود مذهب ما نیست. افراط و تفرید هست یا نه؟ قولی پیغمبر یه چیز میگیره، خو مذهب از قولی پیغمبر چی کرد؟ ایرا میگه افراط و تفرید. ما حقیقت عقیده و دین خدا نمیدانیم که مبتلا به این مرضا شدیم. این در عقیده بود. در عمل بیه، در عمل چی رقم است؟ زکات دادن چیست؟ فرض است نه؟ در یک لگ افغانی چند روپه زکات میشه؟ 2,500. چند؟ 2,500. در کابل جان همی رواجه است، خود در دیهات بسیار رواج است. در دیهات خود دیقانی داره مردم. چی داره؟ زمینای خود که همی را جمع کنه، میویش دانش، باز داخل سال یک بزغاله را میکشه، یک گوسفند را میکشه. چی میکنه؟ میگه والا سال آخر شد یک ختم بکنیم. چی بکنیم؟ ختم چی است؟ اورام که مطابق مکمل شرایطش پوره بکنیم مستحب است. چی است بگوید؟ ختم خودش مستحب است. مردم جمع کردن این مستحب نیست. پیغمبر، صحابه، تابعین کسی را جمع نکرده در خانه خود که قرآن بخونه. من که نماز بخونم به شما میشه، به خودم میشه. قرآن که بخونم خیر برای کی میشه؟ عجیب است. اینجا خب دیگه کسا میشه. عجیب است. خب برو ما مستحب بگیریم امیره. مردم ای ختم میکنه. وقتی که برش میگی که بیادرکم یک لگ افغانی داری زکات بدی، 10,000 در ختم مصرف میکنه، 2,500 در فرض مصرف. افراط و تفرید کرد یا نه؟ ختم ضروری دانست از فرض کردن مرتبهش بالا کرد. بگوی او فرض مرتبهش در کجا آمد؟ حتی انکار هم کرد، اج نداد شام. ایره میفهمید؟ انی نزدیک براتان یک آدرس بدم. نزدیک تراویح جماعتش چی است؟ مستحب است. جماعت 5 وقت نماز چی است؟ راجح قول فرض است. خب مردم در جماعت تراویح خیلی زیاد است یا در جماعت 5 وقت؟ نمازهای صبح 5 وقت در مسجدهای کابل خفتن و صبحکی 3 نفری ریش سفید که روزم خو کده بیچاره مریض از شوام دیگر در خانه بگو چاره نداره. او مسجد خب یخ است، فرش خب اوار است، نه جغ است نه جوغی نواسا. امو آمده و نمو آمده قطی ملا امام. او چی وقت نماز میخوانه امی ریش سفید که پس سعی میکنه که ملا صاحب بیا. چی میگه؟ حالی خوب افتر میبره. ملا صاحب زودی کرده نیمه آستینا میدوه، یک صورتی کوچک بر میخوانه. خب گوشتانه بگیره. این جماعت ماست. اما در تراویح بگوی که مستحب است. مردم چی قدر است؟ خب موقف تراویح از موقف جماعت کده بالا کرد یا نه؟ چی کردن خیر؟ افراد کردن یا تفرید؟ افراد کردن. او جماعت چی کردن؟ تفرید کردن. این در عمل ما و شما افراد و تفرید کرده رایستیم. نمیدانیم دین واقعی خدا. بیا در علم چقدر افراد و تفرید کردیم. علم قرآن و حدیث، خصوصا علم عقاید و فرایض اسلام، فرض است یا سنت و مستحب؟ علم عقیده فرض است بالای مرد و زن یا بالای تنها مردا؟ بالای مرد و زن. این فرض است. این چی است؟ انگلیسی خواندن چیست؟ در مرتبه مستحب قرار میدیم شد. به خاطر که ذریعه معاش ما شود، کار سرش بکنیم. امروز مردم چی میکنن؟ دختری جوان خود صوبکی در تاریکی، من یک درس در مکرویان داشتم در 5 بجه صبح. در چند؟ خب لیکن در 5 بجه صبح در درس قرآن نمیمانه شد. در درس قرآن نمیمانه شد. ببینه او را 3 جای فیسام میده، مختلط قطید بچه و دخترها کورسم میخوانه.
از نتایج خرابم مکمل همه روزه مشاهده هم میکنه، ولی بازم امو دختری خودم من نمیکنه. خب وقتی که ترجمه قرآن باشه چشماش نیقه میبراه، من دختری خودم ترجمه قرآن را من نمیکنم. دختری خود دین روز در قصر ممتاز میگه، قصر اورانوس میگه، در اونجا رقص میکرد در پیش مردم. امروز تو غیرت داری، در پیش قوال چی میکنه؟ در رخت فروشی لیسه مریم در پس کوچه چی میکنه؟ تو غیرت سری دختر داری. خب اینجا پیش الله رفته نیسته ای پدر و مادر، پیش الله رفته نیسته. نه خودت آمدی درس قرآن فرا گرفتی عقیده فرضه و نه اولادی تا گذاشتی. در روز قیامت از تو سوال بکنه یا ایها الذین آمنو قوا انفسکم و اهلیکم نارا. خدا و اولادتان از آتش جهنم نجات بده. عقیده فرض یاد بگیره. چقدر نیک. در اینجا در موتر از جای بدون مفت در موتر به حجاب دخترت میشینه، اینجا درس قرآن میشنوه، سریازی تو نعوذ بالله من میکنی، باز در روز قیامت جواب بگو. یا الله همه چیز مشاهده میکنه. افراط و تفریط هست یا نه؟ خب در فرهنگ ما چقدر افراط و تفریط است. کالاهای افغانی سابقه ما چقدر زیبا بود. امیالی که دخترایی که حجاب میکنه زیبا معلوم میشه یا خراب معلوم میشه. دو دختر با هم مقایسه کنی که یکیش حجاب داشته باشه و یکیش نداشته باشه، راستی تا نبگه شما را به الله قسم کدامش درست معلوم میشه؟ با حجاب درست معلوم میشه. دو بچه جوان هم مقایسه کنی که خب ریش داشته باشه و خب کالای سنتی در جانش باشه و یک کسی که آستینا تا اینجا را پتلونکی چسبم پوشیده باشه، ریشم چند قسم جور کرده باشه، خفه نشوه. اگر کسی دیگه پا مبتلا باشه اصلاح کنه خدا. خوب دیگه چیستا مویه های خودم چی که پشتی سر الا کرده باشه، زنجیره کم در دست اینطور میکنه، در اینجا یک دونه زنجیر انداخته باشه، کدامش خب معلوم میشه؟ خب ببینیم در مورد فرهنگ خود تفرید کردیم. فرهنگ بیگانه ها از این دوها را هر روز بگوی از طریق تلویزیون میگیریم، عملی میکنیم یا نمیکنیم؟ ایره میگه افراط و تفرید. در سیاست و در حکومت داری عیناً نمی قسم گپ است، تشریح زیاد نمیکنم. بس وقت ما راهیاب میشیم در جماعت منعم علیهم داخل میشیم که ما رای چی را پیش بگیریم؟ در میانه، نه افراط دو باشه نه تفرید باشه. پیغمبر علیه السلام رد کرد سری مسائل یا نه؟ ابو سی صحابی که گفت که نکاح نمیکنم، تمام شب نماز میخوانم، تمام روز روزه میگیرم، پیغمبر سرش رد کرد یا رد نکرد؟ گفت من هم میخیزم نماز میخوانم، هم خواب میکنم، من هم روزه میگیرم، هم افطار میکنم، من هم نکاح میکنم و این روشی است، سنتی است. کسی که از این سنت اعراض میکنه از من نیست. دینی در میانه است. ما و شما نه در او سرحد ما مسئله عبادت جدی بگیریم که الا تمام روزی تا در مسجد تیر بکن، هیچ نه دکانداری بکن، نه در مکتب برو، نه در دفتر برو، نه در دقانی برو، نه در کانی زغالو معدن برو. نه، اسلام برات میگه وقت عبادت علیده است، وقت خورد و نوش علیده است، وقت خواب علیده است، وقت کار. اینجا نشوه که وقت کاری تا در چی صرف بکنی؟ در عبادت. و نشوه که وقتی عبادتی تا در چی شمار کنی؟ در کار. هر کدام به خود تقسیم شده. امیر رای چی هسته؟ در افراط و تفریط نباشه. اینی خلاصی دین اسلام است. دین اسلام دینی در میان است. افراط و تفریط در قطعا وجود نداره در کل بخشای دین اسلام. یک جا هم شما افراط و تفریط دیده نمیتونه و نه مشاهده میتونه. از او خاطر غیر المغضوب علیهم ولا الضالین طایفه منعم علیهم بر ما معرفی میکنه که مغایر با این دو طایفه است. دو طایفه که تفریط میکنه، افراط میکنه و از جمله منعم علیهم نیست. پس بر ما واضح شد که همیشه در مقابل طایفه حق چند طایفه قرار داره؟ دو طایفه، یا افراطی یا تفریطی قرار داره. ما نه افراطی هستیم نه تفریطی هستیم، رای در میانه را در پیش میگیریم. آمین، قبول کو دعای ما را. مستحب است که کسی تلاوت قرآن کریم میکنه بعد از ختم سوره فاتحه کلمه آمین بگوید، هم در نماز هم در بیرون نماز. اما در نماز تاکیدش زیاد است، در بیرون نماز به اون اندازه تاکید نیست. در نماز سنت است و کسی که آمینش موافق آمین ملائک شود الله کل سوالایش چی میکنه؟ اجابت میکنه. تنها اختلاف در بین علما در مورد جهر و خفیش است. در هر دو مورد
حدیثا آمده، اگرچه حدیث جهر خیلی قوی است از حدیث چی کده؟ خو لیکن نماز اردو طایفه میشه، اگر به جهر میگه، اگر به چی میگه؟ خفیه میگه. بله، از امو خاطر ما بعضی اوقات پافشاری به این خاطر میکنیم که سنت در بین مردم چی شوه؟ زنده شوه، بفهمه که یام یک سنت است. سوره فاتحه به خیر خاتمه پیدا کرد. سوره فاتحه برای ما و شما چی درسای عظیمی داشت؟ سوره فاتحه برای ما معرفی کرد که ما چه رقم از الله سوال بکنیم. صفات الله را چی کردیم؟ وسیله. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک. این صفات الله وسیله شد. دوم وسیله کدام وسیله را گفتیم؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اظهار عاجزی. باز بعد از او چی را طلب کردیم؟ دعا. کدام قسم دعا را طلب کردیم؟ بگوی اهمترین چیزی که ما برش ضرورت داریم چی بود؟ هدایت بود، صراط مستقیم. هدایت صراط مستقیم بود. این هدایت صراط مستقیم به کل کی ضروری بود یا به یک نفر؟ از پیغمبر گرفته که محمد رسول الله استم ضرورت به هدایت داشت. چرا داشت؟ دیگه مراحل پیغمبر طی کرده، خود داخل شدن جنت باقی مونده یا نمونده؟ از او خاطر همیشه سوال میکنه. ما همیشه سوال میکنیم. تنها مسئله وسایل براتون گفته بودیم، امروز از یاد ما رفت که دو قسم وسیله داریم. همیشه الله ما را امر کرده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. اگرچه اتقوا الله به معنای عقیده است، وابتغوا الیه الوسیله عمل کردن است، لیکن علما وسیله را دو قسم میکنه، یکی مشروع یکی غیر مشروع. مشروع کدام وسیله را میگه؟ که دلیل و سند شرعی داشته باشه. غیر مشروع کدام میگه؟ که دلیل و سند شرعی نداشته باشه. کدام چیز است؟ کدام چیز وسیله است که دلیل داره؟ اسما و صفات الله وسیله چیست؟ شرعی. دلیل داریم. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. برای الله اسماء حسنا است. الله ما را امر میکنه که با واسطه اسما و صفات الله از الله چی بکنیم؟ طلب دعا بکنیم. دلیل داره. دوم عمل صالح. عمل صالح وسیله است. چرا دلیل داریم؟ وسیله مشروع است. بله، 3 نفر که در حدیث بخاری میاد که در غار داخل شدن، باران آمده بود، ناگهان سنگی کلان در دم غار بگوی افتاد و دان غار بند کرد. هیچ وسیله زورشان نمیکشید و در بین غار حالی باقی ماندن، نمیتونستن بیرون شوه، همونجا هلاک میشدن. الله اکبر، چی درسای عظیم است. انسان در آخری مرحله که میرسه ناامید نشوی. اگر دیگه هیچ چیز وجود نداره، الله وجود داره. چی وجود داره؟ آخرین تکیهگاه انسان در کل مشکلات کیست؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. همین درس بر ما میده. دعاها را شروع کرد. یکیش گفت یا الله یک عملی نیک به خاطر رضای تو انجام داده. پدر و مادر آب یا شیر طلب کرد. زمانی که من آب آوردم و پس خو رفته بودن، آب در دست گرفتم تا صبح، تا که پدر و مادر پس از خو بخیزن. اویلا به خاطر رضای تو الله ی عمل انجام داده که تو مرا مامور ساخته که حق پدر و مادر ادا کنم. اگر این عمل مقبول باشه سنگ دور شود. سنگ یک کمی دور شد. دومگی چی میگه؟ یا الله مزدوری قطمه بود، یعنی قدر وقت یک بوز یا گوسفند اجرتش رسید، این مردکه از ما گم شد. امی گوسفند یا بوزی ازی دیگه چوچه کرد. یک وقت پس مراجعه کرد که رمه مال جور شده بود. زمانی از ما اجرت خدا طلب کرد، من رمه مال به پیشش الا کردم. و مزدور گفت که من یک گوسفند حق داشتم. گفتم گوسفند تو چوچه کرده، در این سرحد رسیده. الله اگر از خوف تو به خاطر رضای توی کار کرده باشم، اینی سنگ از دانی غار دور کو و کمی دور شد. 3م نفر آمد، دختری که در عین حالت ضرورت بود آمد برای رفع ضرورت از چیزی مطالبه کرد و من ندادم برش، تا یکی نعوذ بالله مطالبه نامشروع از او کردم. او چون که احتیاجات خیلی نیاز خیلی زیاد داشت، تن به این گپ داد. در زمانی که نعوذ بالله عمل غیر مشروع صورت بگیره، امی دختر برای من گفت که اتق الله، از الله بترس. و من دستی عمل ترک کردم، از الله ترسیدم. الله اگر رضای تو به خاطر رضای تو یه عمل انجام داده باشم، سنگ دور شد. در 3 شخص از چی غار برآمدن. انسان مایوس نباشه. عمل صالح بزرگترین وسیله است. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اظهار عاجزی دمی ایاک نعبد است. زکریا علیه السلام هم اولاد طلب میکنه. خود چی اول میگه؟ رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا.
الله از ما استخوانایم کاواک شده، سرم سفید شده، در پیری رسیدم، اولادی را بر ما بده که چیستا دعوت در پیش بگیره، وارثی کی شود؟ انبیاء علیهم السلام شود. اظهاری چی کرده؟ عاجزی. دایت ثابت است. دایت نه ربنا اننا آمنا، الله ما ایمان آوردیم. ایمان وسیله برای پذیرفتن حاجت خود کرده، ایمان وسیله میشه. به یک مسلمان دیگه بگو برای ما دعا بکن. در حدیث است پیغمبر علیه السلام حتی از مفضول عمر رضی الله عنه برای عمره میره، پیغمبر میگه من از دعایت فراموش نکن. چی جای از اینکه یک کسی فاضل و بهتر باشه از او طلب دعا شود. ایام چی است؟ بگوی وسیله است، مشروع است. ششم درود گفتن بالای پیغمبر علیه السلام. دعای آدم وقتی مقبول میگرده که ما اول درود بالای کی بگوییم؟ پیغمبر. اگر چی ده عمل صالح داخل است، خیر علما مستقل میگه. غیر از این دیگه هر نوع وسیله چی است؟ غیر مشروع است، دلیل نداریم. از جمله وسیله هایی که مردم میگیره در پیش قبر میره و میگه که یا الله این رویدار توست، من این را واسطه و وسیله میکنم برای تو. این وسیله چی است؟ بگوی دو قسم است. اگر از خود قبر میخواه که آمده اولاد بده، حاجتی مرا پورا کنی، را شرک میگه. وسیله چیست؟ شرکی. اگر میگه که نه این را رویدار به تو میسازم، با وسیله بدعی است. چرا بدعی است؟ دلیل و سند شرعی در این مورد وجود نداره. سر صحابه مشکلات آمده یا نه آمده؟ آیا به قبر پیغمبر رفته؟ عمر رضی الله عنه وقتی که قحط سالی آمد باران نمیشد، در قبر پیغمبر رفت یا در خانه خود گفت که یا الله بروی پیغمبر باران کو، یا پیش کاکای پیغمبر که با پیغمبر محبوب بود عباس رضی الله عنه رفت که تو دعا بکو که الله چی بکنه؟ باران بکنه. در پیش کی رفت؟ در پیش عباس. دعا میکنه. این را وسیله چی میگه؟ بگه وسیله غیر مشروع که چی را غیر الله را، قبرا را یا اولیاء را وسیله کسی جور میکنه. این در دین ثابت نیست. شرح عقیدت الطحاویه ما میره گفته، در مذهب احناف چی شرح فقه اکبر میره گفته، فتاوی شامی میگه گفته و همچنان کتاب هدایه مشهور کتاب فقه هم امیره گفته. من نمیفهم که حنفیا باز در اینجا در کدام مسلک میره؟ اونجا خود میگه که کسی مذهب ترک میکنه بعد چند دوره زده شود، میگه نمیگه. لیکن در اینجا باز کدام طرف مذهب میگه؟ در میلاد در کدام مذهب میشه؟ نعمت الکبرى یک کتاب یک عالم شافعی را معلوم هم نیست مصنفش، او را برای ما دلیل پیش میکنه که یا در اینجا باز کدام طرف میره. ما را با یک نعمل کردن مسئله فقهی مذهب که به خاطری که مخالفت با حدیث پیغمبر داره عمل نمیکنیم، ما را از دین خارج میدانه. خودشان هیچ وقت خود از دین خارج نمیدانه. الله انصاف نصیبی ما بکنه، کسی را طعنه و تهمت نذاریم. دعا میکنیم که الله تبارک و تعالی کلگی را توفیق هدایت نصیب بکنه. الله محتوا و مضمون و مقصد سوره فاتحه را فهمش نصیب ما بکنه. الله توفیق عمل سر سوره فاتحه نصیب ما بکنه. ما را از 4 طایفه که الله سرشان انعام کرده از او جمله ها بگردانه. الله تبارک و تعالی همه عبادات و همه طاعاتی که میدیم خصوصا در ما مبارک رمضان انجام میدیم، الله به فضل احسان خود قبول بکنه. الله رحمت خود شامل حال ما بگردانه. ما را معاونت و کمک کنه در عبادت و در همه امور و مشکلات ما. الله کل مسلمان ها را کامیابی نصیب بکنه. دشمنای اسلام الله زبون ذلیل و خوار بگردانه. مجاهدینی که قدم برای رضای الله در هر سرزمین به خاطر خدمت دین میگذاره الله کامیاب کنه. دشمنانشان الله رسوا بگردانه، الله نابود بگردانه. بندی های مسلمان که در هر سرزمین است الله آزاد بسازه. مشکلات مسلمان ها هر نوع مشکلی که داره، مرداست اگر زناست، در هر نقطه جهان که قرار داره الله به فضل و برکت خود و به خاطر برکت ماه مبارک رمضان الله مشکل رفع بسازه و کلگی را شامل رحمت خود بسازه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.